الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. تاسوعا يوم حوصر فيه الحسين. تاسوعا روزی است که محاصره بر سید الشهدا تنگتر شد. رسول اکرم در مواطن مختلف مقام و منزلت ابا عبدالله الحسین رو برای مردم بیان کرده بودند. با اصحاب حرکت می کردند. اصحاب دیدند پیامبر اکرم جدا شدند، امام حسین رو برداشتند، او رو بوسیدند و فرمودند حسین منی احب الله من احب حسینا. با اصحاب از جایی می رفتند. اصحاب دیدن جدا شد پیامبر اکرم، کودکی رو برداشت بوسید. گفتن یا رسول الله این چه کاری بود؟ گفت من این کودک رو دیدم دنبال حسینم حرکت میکرد، خاک از زیر پای حسینم بر می داشت رو صورتش میریخ، رو سرش میریخ. انه مهجة قلبی و روحی التي بین جنبی. حسین مایه حیات من است. علی ابن ابی طالب میفرمودند کیست روی زمین که فرزندانی مثل حسن و حسین داشته باشد؟ عمرو ابن حمق خزاعی اولین کسی بود که سرش رو نیزه رفت. معاویه او رو پیدا کرد در موصل در یه غاری، دستور داد سرش رو ببرید، برید سرش رو بندازید تو دامن زنش. جرمش هم این بود محب علی ابن ابی طالب بود. سرش رو انداختن تو دامن زنش. زنش گفت که مدت زیادی از ترس شماها فرار کرده بود، حالا که آوردنی سرش رو آوردید. درود خدا شب و روز بر او باد. کی این سر رو آورد؟ گفتن فلانی. گفت برو به معاویه بگو این شخصی رو که تو کشتی من یک دفع برای او رخت خواب شب پهن نکردم، یک روز براش صبحانه نگذاشتم، شبها به عبادت بود، روزها صائم بود. تو همچین شخصی رو سر بریدی. آمد خدمت علی ابن ابی طالب، شاهدم اینجاست. گفت علی جان اگر به من امر کنی منم توانایی داشته باشم تمام این کوه ها رو قطعه قطعه کنم و سنگهاش رو منتقل کنم، کوتاهی نخواهم کرد. اگر تمام آب دریا رو بفرمایید که من سطل کنم، از اینجا منتقل کنم، کوتاهی نخواهم کرد. به خدا قسم یا علی منت نمیگذارم. خدا اگر این قدرت رو به من داده بود و تو امری میکردی من این کار رو انجام میدادم. میدانی چرا؟ تو چون برگزیده خدایی، چون پیامبر اکرم دست تو رو گرفت فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا. چون تو همسری مثل فاطمه زهرا داری، شاهد اینجاست. گفت چون دو تا فرزند داری مثل ما، حسن و حسین. پیامبر اکرم و علی ابن ابی طالب بیان کردند برای مردم، ولی مردم وفا نکردند. هر آنچه توانستند ظلم کردند. امام حسین بشکند اون دستها و قلمهایی که نوشته است و میگوید امام حسین برای قدرت و برای سلطه از
مکه خارج شد. امام حسین برای سلطه خارج نشد، امام حسین برای اصلاح خارج شد. انی لم اخرج اشرا ولا بترا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي رسول الله ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی رسول الله و ابی علی ابن ابی طالب. من خارج شدم برای اینکه سنت از بین رفته، چیزی از دین باقی نمانده، برای مردم بیان کنم این اعمالی که شما انجام میدهید اینا سنت پیامبر نیست. الا و ان السنت قد امیتت و ان البدعه قد احییت فان تطیعوا امری اهدکم سبل الرشاد. بابا این سنت رسول خدا نیست، اگر من حرف مرا گوش بدید شما رو من هدایت میکنم. در زیارت اربعین میخوانیم بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الضلاله. صاحب این کتاب صحیح بخاری به یه مناسبتی به نظر منم غفلت شده والا این مطلب رو نمی نوشتن. تو بحث صلات یه روایتی رو ذکر کرده است از انس ابن مالک. میگه انس ابن مالک 40 سال بعد از رحلت پیامبر رفت شام. مردم شنیدن که صحابی پیامبر آمده، در مسجد جمع شدن. یکی بلند شد گفت انس چه فرقی میبینی این زمان با زمان پیامبر اکرم؟ گفت لا اعرف شیئا مما ادرکت، چیزی نمیبینم من. گفتن با ما نماز میخوانیم، تو الان با ما نماز خوندی؟ گفت الا هذه الصلاة ولكن ضیعت. این نمازی که شما میخوانید اون نمازی نیست که پیامبر اکرم خوانده است. مطرف ابن مغیره میگه شبا پدرم میرم پیش معاویه شب نشینی میکردن. یه شب خیلی دیر کرد، تعجب کردم. آخر شب که اومد گفتم پدر نگران شدیم، کجا بودی؟ یا بنی جئت من عند اکفر الناس و اخبثهم، از نزد بدترین مردم آمدم. گفتم چرا پدر جان؟ گفت به خاطر این که من به معاویه هرچی گفتم بابا بسه، چقدر جنایت میکنی، چقدر بچه های رسول خدا رو اذیت میکنی، چرا اونها رو آزار میدی؟ گفت اولی و دومی اومدن نتونستن اسمشون رو جاودان کنن، من میخوام اسمم رو با ظلم به اهل بیت جاودان کنم، لذا هر چه توانست کرد. به اون بصر گفت حرکت میکنی از مکه مدینه هر چی محب علی هست سر میبری، میری تا یمن هر چی تو راهت پیدا کردی او رو سر ببر. یمن رفت، فرستاده علی ابن ابی طالب عبیدالله ابن عباس رو رفت در خانش که او رو هم بکشد. نبود خانه، 2 بچه داشت 5-6 ساله، سراشون رو جلو مادرش سر برید. اینا این جور بشری بودن، دین رو از بین برده بودن، با دین بازی میکردن. لذا فرمود پیامبر اکرم به من فرمود یا حسین ان الله شاء ان یراک قتیلا، خدا اراده کرده است که تو را در خونت غلطان ببیند. ملائکی که در بعد پیامبر اکرم رو یاری کرده بودند در راه آمدن به کربلا نازل شدند، گفتند یا ابا عبدالله ما از خدا عز گرفتیم، همانطور که پیامبر رو در بدر یاری کردیم تو رو یاری کنیم. فرمود الموعد حفرتی، وعده من با خدا قبرم هست. جنیا نازل شدن، جن
اومدن گفتن که ابن رسول الله ما میخوایم تو رو یاری کنیم. فرمود لا ینجو الا ولدی علی، کسی از ماها زنده نخواهد ماند مگر فرزندم زین العابدین. مروان ابن حکم صبح روز بعدش که امام حسین رو فرا خونده بودن آمد گفت حسین چرا بیعت نمی کنی؟ انا لله و انا الیه راجعون و علی الاسلام السلام اذ بلیت الامه براع مثل یزید. فاتحه اسلام خونده است اگر بخواهد زعامت مسلمین رو یزید به عهده بگیرد. ولید آمد گفت یا حسین چرا بیعت نمی کنی؟ فرمود یزید رجل شارب الخمر معلن بالفسق قاتل النفس المحترمه مثلی لا یبایع مثله. مثل من بیعت نمی کند با شخصی مثل یزید. من اگه بیعت کنم مردم خیال میکنن دین پیامبر این دینی است که یزید دارد انجام میدهد، حکم روانی میکند. دین رسول خدا غیر از آن است که او دارد انجام میدهد. ولذا فرمود یا حسین ان لک فی الجنه درجات لا تنالها الا بالشهاده. اگر بخوای به اون مرتبه برسی باید شهید بشی، چون مذهب احتیاج به خون دارد. برای بیمه شدن، برای بقا باید یک نفر جانش رو فدا کند. باید مثل فاطمه زهرا بین در و دیوار قرار بگیرد. آن که پیامبر فرمود جگرگوشه من است، باید ناله شب و روز فاطمه باشد تا سند باشه برای تشیع. بشکند اون قلمی که میگوید مگر فاطمه بیکار بود شب و روز گریه کند. فاطمه رسالت داشت، وظیفه داشت، مظلومیت بعلش علی ابن ابی طالب رو برساند. مردم مدینه میگفتن چرا فاطمه باید شب و روز گریه کند؟ مگر شما ندیدید پیامبر اکرم وقتی فاطمه زهرا وارد مجلسی میشد تمام قد می ایستاد، سینه او رو می بویید، مکانش رو به او میداد. چه شده است باید فاطمه زهرا شب و روز گریه کند؟ زین العابدین روزها روزه بود، شبا به عبادت افطار می آوردن، آنقدر گریه می کرد، آنقدر اشک می ریخت که اون بایع یا اون غذا مخلوط با اشک زین العابدین علیه السلام می شد. گفتن آقا بسه، چقدر گریه می کنی؟ چقدر اشک می ریزی؟ فرمود یعقوب 12 تا فرزند داشت، یک فرزندش گم شد. آنقدر گریه کرد ابیضت عینا، چشمهاش کور شد. جلو چشم خودم 18 تن از بنی هاشم رو قطعه قطعه کردند، افرادی که نظیری رو زمین بر آنها نیست. امام حسین شبا به خیام سر میزد. این 3 روز آخر نه امام حسین نه زینب سلام الله علیها استراحت نداشتن. تکیه کرده بودن به شمشیر، خوابشون بود. یه دفعه زینب صدا زد برادر نمیبینی دشمن به خیام نزدیک شده؟ امروز متعلق به ابوالفضل العباس است. امام حسین فرمود یا زینب الان رسول خدا رو در خواب دیدم، به من فرمود ما غروب آفتاب منتظر تو هستیم. محکم زینب سیلی زد به صورتش، گفت خواهرم بردبار باش. بعد فرمود یا اخی، ندا کرد به ابوالفضل، یا اخی به نفسی انت، برادر جانم به فدایت. اهل معنا میگن با این جمله امام حسین مقام برادرش رو بیان کرده است. قم و خاطب القوم، برو بگو که چی کار دارن، چرا به خیام نزدیک شدن. عمر ابن سعد گفت عبیدالله نامه ای ارسال کرده است، اگر حسین
امروز بیعت رو قبول کرد و الا همه مردها رو بکشید. ابوالفضل برگشتن، باز پیام بردن. ابا عبدالله فرمودن یه روز اجازه بدید، میخواییم با خدا راز و نیاز کنیم. بعد گروه از اصحاب کفر گفتن به عمر بن سعد بابا اقلا یکی از پیشنهاداش رو قبول کن. اجازه دادند. چه خبر بود کربلا؟ همه رو جمع کرد. برای اینکه شخصیت اینا براتون معلوم بشه، آب رو که بستن، یزید ابن حسین همدانی به امام حسین فرمود اجازه بده من با عمر بن سعد برم صحبت کنم، بگم چرا آبو بستی؟ مگه این بچهای رسول خدا چه گناهی کردن؟ امام حسین اجازه داد. رفت جلوشو گرفتن، گفت عمر بن سعد مرا میشناسد، بگید یزید ابن حسین همدانی است. رفت و سلام نکرد، نشست یه گوشه ای. عمر بن سعد بهش گفت یا اخا همدان الست مسلما، چرا سلام نکردی؟ مگر من مسلمان نیستم؟ اتزعم انک مسلم و آل بیت رسول الله عطاشا، فکر میکنی تو مسلمانی؟ بچهای رسول خدا تشنه توی خیامن. گفت به خدا قسم من حرمت این خانه را میدانم، اما ملک ری قرة عینی، نمیتوانم از ملک ری بگذرم. همه رو جمع کرد، فرمود اینا با من کار دارن، هر کدوم از شماها دست یکی رو بگیرد، از بچهای من رو بگیرد، از این تاریکی شب استفاده کنید، از اینجا دور بشوید. کلمات رو که امام حسین فرمودند، ابوالفضل بلند شد گفت یا حسین ما برگشتیم، مردم نگاهشون که به ما افتاد چی میگن به ما؟ بگیم آقامون رو رها کردیم، بزرگمون رو رها کردیم؟ ما زنده هستیم تا تو زنده ای و میمیریم هنگامی که تو نباشی. بچهای عقیل بلند شدن. امام حسین فرمود که شما مسلم شهید شده برین، نیاز نیست. گفتن قبح الله العیش بعدک، خاک بر سر اون عیش، زندگی بعد از تو، ما زندگی بعد از تو رو نمیخوایم. مسلم ابن اوسجه بلند شد گفت من اگر سلاحی نداشته باشم، فقط سنگ داشته باشم، یا ابا عبدالله به خاطر تو جلو دشمن می ایستم. سعد ابن عبدالله حنفی بلند شد گفت یا حسین اگر 70 بار مرا بسوزانند زنده کنند دست از تو بر نمی دارم. زهیر ابن قین بلند شد گفت یا حسین اگر 1000 بار مرا قطعه کنند زنده کنند دست بر نمی دارم. امام وقتی که این فداکاری رو دید پرده رو زد بالا، همه جاشون رو در بهشت دیدن. لذا دارد روز عاشورا از همدیگه سبقت می گرفتن. یستقبلون الرماح بصدورهم، این نیزه ها رو با سینه هاشون استقبال می کردن. من مصیبت رو شروع می کنم به نیت شفای تمام مرضا. مریضی که در مجلس حاضر است امروز ابوالفضل العباس دست ما رو بگیرد انشاءالله. آمد جلو برادر، یه نگاهی دوره برش کرد، دید دیگه کسی باقی نمانده. از یه طرف صدای ناله کودکان بلند بود. اهل مقتل میگن قبل از این که بیاد اذ بگیره، چادری رو که مشکای آب رو اونجا نگه می‌داشتن، دید ناله از اون چادر میاد به گوش میرسه. پرده رو زد بالا، دید این بچه‌ها دامنای عربی رو زدن بالا، شکم‌ها رو گذاشتن روی زمین نمناک. گفت برادر من دیگه طاقت ندارم. گفت عزیز من تو علمدار منی.
وارد میدان میشوی شهید میشوی، دیگر علمداری نخواهد ماند، این اطفال کسی رو نخواهند داشت، امید ما به توست یا ابوالفضل. گفت قبل از این که وارد میدان میشوی طلب آب کن بر این کودکان. اومد جلو قوم، گفت قوم شما با حسین کار دارید، این بچه های کودک چه گناهی کردن؟ چرا آب رو بستین؟ جواب برگشت گفت برادر نصیحت فایده ای نداره. عز گرفت، مشک آب رو برداشت، بر اسب سوار شد، خوشحال است، شاد است که برای طفلان آب می آورد. از هر طرف دشمن محاصره کرده بود، همه رو به زمین انداخت، وارد شریعه فرات شد. آب گواراست، ابوالفضل تشنه است، دست خود رو زیر آب زد، بالا آورد تا بنوشد. فتذکر عطش الحسین، یاد تشنگی حسین افتاد، آب رو بر روی آب انداخت، مشک رو پر آب کرد، امید دارد، حرکت کرد. نانجیبی پشت درختی کمین کرده بود، دست راست ابوالفضل رو قطع کرد. نانجیب دیگر دست چپ ابوالفضل رو قطع کرد. امید دارد، مشک رو به دهان گرفته است. گفت الان امیدش رو ناامید می کنم. بر رو زانوش نشست، مشک رو هدف قرار داد، مشک رو با تیر زد، آب به زمین ریخت. نانجیب دیگری تیر دیگری به چشم ابوالفضل زد، نانجیب دیگری سینه ابوالفضل رو درید. ناگهان عمودی بر سر ابوالفضل از روی اسب به زمین افتاد. برادر السلام علیک یا ابا عبدالله، ادرک اخاک. امام حسین آمد، دید ابوالفضل قطعه شده، دست در بدن ندارد، گفت الان انکسر ظهری، الا لعنت الله